سلام علیکم. می چیز الو ببخشید امی نمبر شما را می نوشته مدد گفته که زیبا یاد میدیده نمبر شما را نوشته مدد صداتون درست نمیاد. مگم که همین نمبر شما را نوشته مدد ما یکو دو سه ماه پاس در استرالیا مورم شما با کجا تماس گرفتید؟ ما نمبر شما را نوشتم دادم من نمیدونم که گفته که اینجا تو یک زنگ بیزو زیبا یاد میده. با کی کار دارین؟ ای ما برای خبر ندارم که شما هم تو زیبا یاد میده یا کس دیگه یاد میده. بله؟ شما زیبا یاد میدید یا کس دیگه یاد میده. ما گفتم که همی دو سه ماه پاس در استرالیا راییم در سازمان ملل مرا قبول کرده. گفت شما میخوایم بریم استرالیا بعد میخوایم زبان یاد بگیرین؟ ای دم بچه ما خب شما اینجا تشریف بیارین من بفهمم چی میگین. شما خودی حضوری تشریف بیارین اینجا. در کجا؟ میران سینما رو بلدین؟ سینما؟ بله. کدام سینما؟ میلان سینما. مال در شیخ حسن هم شما بگید که ما در کجا بیم خواهم. گلشهر رو بلدین؟ گلشهر گلشهر. رو آره بچه ما گلشهر ما خوب بلد ما چند سال در گلشهر میشیستیم اونجا ما دمزی میلان مسجد مصعب جعفر هستیم اون اونجا بود که من حالی باز یا 2 سال موشه که ما در شیخ حسن رفته. خب شما الان کسی اطرافتون نیست برین گوشی رو من آدرس بدم بهشون بیام. کس که همین نوسته ما بودی پدر نالد بداوره که در رفته نمیدونم دیگه چیز کار کنم. علی شما بگوید خواه باشه اگه توی خاطرتون میمونه. ها؟ میلان سینما. کم بلندتر که بیزو خواه میلان سینما روبروی بازار گوشت. میلان باز ببخشید ما بیم که یاد میدید شما ما زبان استرالیایی میخوایم یاد بگیرم. حالا شما بیاین تشریف بیاین من بفهمم شما چی میگین. حالا شما تشریف بیاین. تشریح خیلی خوب باشه. زبان استرالیایی اگر یاد نمیدید که ما قصرار کجا بیم که ماشین کرده بیم باز اون بیم باز پاس بیم کاسم که باز مر نمیره دیگه. خب زبان استرالی که همون زبان انگلیسی بیشتر همونجا. زبان انگلیسی که ما انگلیسی رو پای نمفتیم چیز کار کنم. خب اشکال نداره شما بیاین که ما بهتون یاد بدیم. شما تشریف بیارین میلان سینما روبروی بازار گوشت پلاک 271. در بازار گوشت بیم؟ آره روبروش. در من بازار گوشت بیم؟ بله. او در من خیلی خوب من بازار گوشت که بیم همونجا. بعد آره بپرسین از مردم بگین آموزشگاه آدینه کجاست. نام تو چیه تو برادم دختر ما؟ شما بگین آدینه میخوایم بیاین. آدینه نام تو؟ فامیل من کار نداشته باشه. شما بگین که میخوایم بیاین میلان سینما آموزشگاه آدینه. او بیم اگه کس که من را نده چیز کار کنم بگو تو پیرمرد اینجا چیز کار میکنی. نه مشکلی نداره راه میدن. شما تشریف بیارین. پلاک تو چند دختر ما؟ 271. خیلی خوب. قریب که ما پول مش کنم برادم پول مش شما چند مشه. شما تشریف بیارین. اما پول مول زیاد ندارم علی ما 4-5 هزار دارم که اگر که میگیرید لکن بیشتر از اون ما ندارم. ببینید حضور تشریف بیارین من حرف دیگه ای ندارم. خدا با من خدا قربان چند دختر من خدا نگهدار. بیا
حالا بگو کی بود؟ این منشی حبیبی بود دیگه.